بچه‌ها خوش اومدید به یه ویدیو از کانال من. اینجا کانال شبح جیمره. امروز میخوایم به ادوارز تچ به تچ بریم. ببینیم تچ به تچ میتونیم وین بجریم یا نه. خب تا دیگه باید بدوبل کنیم. فقط راش بدیم. خب دیگه گلد مولد، نمیدونم طلا، آهن، دایموند، امرالد، دیگه اینا رو دیگه نباید به اینا دست بزنیم. آقا با اینا کار ندارم، فقط راش میدیم. خب حریفا حاجی پیدا یه دور پوشونده. ما شبح جیمریم بابا، ما پرو پلیریم. اوه حاجی گل کاشتیم. اینطوری بیریزه میخوام یاد بگیرم دیگه، یواش یواش پرو پلیر شیم. هنوز اول راه، هنوز خیلی خوب یاد نگرفتم. چون یه دونه فایربال بگیرم بزنم. شد یه دونه فایربال. ما میتونیم شمشیره طلاهی بشت. خب اینو بذاریم اینجا، طلاها رو هم بندازیم اینجا. چه ما چه دست نمیزنیم ولی خب میندازیم اینجا از روی عادته. بذار ببینم حریفمون فقط کم کرده. خود نترس بیا جلو. من نوب سگم. حاجی اومد. اینو بزنیم بدش بره. خب حاجی بدش معلوم شد. خب اوه حاجی زد. پروه. نوب میزد ولی پرو بود. داره راش میده. خطری شد حاجی، اوضاع خطری شد. بیا جلو اومده بدمون رو زده. جلو حاجی بدمون رفت. چی میخواست اینو خراب کنه نتونست. چی آخرین شانسمونه دیگه، باید راش بدیم و بدشو بزنیم. نه تنها باید بدشو، باید خودش هم بزنیم. خب چند تا هم گلدن اپل بگیریم. خب چی اولین دست رو نباید باخت بدیم. تچ به تچ خوبه هم، ولی تو این 4-4 تو دستای چه یار داریم یارامون خراب میکنن بازی. خب ببینم خدا چه تختش نرفت. حاجی بندازیم پایین. آها حاجی وین کردیم. بنازم دست اول وین. فکر کنم همون قبلی است. اشینش همونه فکر کنم. خب مپ هم عوض نشده، خیلی هم عالی. حاجی دست اول وین به همین راحتی. بنازم. بذار ببینم اون بیریزو میتونم بزنم. بذار چند بریم جلو. نه حاجی یواش یواش دارم یاد میگیرم دیگه، یواش تو همین اول چه نمیتونم بدنمش. اینو نگاه. خود بده برکن راش بده. پشم بذار چند پشم میدم. پشمام تا اونجا تموم میشه. که اینا رو بزنیم اینجا. نه شما دست نمیزنیم ولی خب بریم راش بدیم. تچ به تچ باید راش بدیم، نه باید کم کنی. بدمه رو باید کن بابا، یه دسته دیگه نهایتش میبازی، دسته بعد میای جبران میکنید. آها حاجی اومده جلو. اومده. آره تا اینجا اومده ولی دیگه نه.
خب اینو بزنم. دوتاش هم زدم، یه دونه زدم دوتاش هم رفت. چی شمشیر اینو چی بیریج بزنیم بیریج یا همینطور بریم. فایربال نزنی بیشور. حاجیم هم داریم یا بالا. فرار به سمت بهت. اوه حاجی بودن نت اون رفته یا نت من؟ بدش رفت حاجی بدش رفت. تو ادوارد باید زرنگ باشه حاجی، زرنگ بازی در بیاری. نت هم یه لحظه فکر کنم اون نتش ضعیف بود. حالا نمیدونم نت من یه لحظه قطع شد ولی یه لحظه نت یکمون رفت. به ادوارد یعنی این یعنی زرنگ بازی. خب ببینیم کجاست. بیا برو خودتو بنداز تو وید بابا، تمومش کن دیگه، تو که باختی. صدا پخش گذاشتنش داریم اونجاست. خب شمشیرش قویه ولی باید بزنیمش، باید بزن. آجی تموم. هر دوتامون هم بردیم ولی هر دوتامون هم مردیم ولی من برنده شدم. دومین دست دومین وین. خب مپ هم عوض شد. داره مپ هم عوض شد. چیزی که روز به روز داریم پیشرفت می‌کنیم ما. شما هم ویدیوها رو لایک کنید، کامنت بذارید، حداقل تاب هم کنید دیگه. شما هم یه انرژی مثبت بدید که هر روز پیشرفت کنید. اگه ببینم حمایت ها بالاست هر روز ویدیو به ادواردی میذارم. و سرورم سرور تیلکس ماینه، بیاید بازی کنیم. خب چی شمشیر چقدر چه گرفتم شمشیر رو میخوایم چیکار. بذار همین اول کار یه دونه بیریز بزنیم بدون میدونیم. خوب بود دیگه. یواش یواش بذار اینجور ساده بریم. ما چه الان اینو بزنیم میافتیم تو وید. باید یه چند تمرین کنم خوب یادش بگیرم. حریفمونم چه باز باید بدشو بپوشون. یا ابوالفضل حاجی به اون موشاش هم بزنی اونو خراب نمیشن. فایربال نیاز داریم یا تی ان تی. ای بابا ریدیم حاجی ریدیم. خوب شد. بذار یه دونه فایربال رو بجونم. چه بدشو نگاه کن. شمشیر آهنی فایربال. بذار تی ان تی هم گرفتیم که دیگه خیالمون راحت شه. کجاست؟ چرا اینا اینطوری بازی میکنه حاجی؟ بیا جلو دیگه. اونو نگاه ببین کجا رفت حاجی. ببین با سیا داره ویریز میزنه. ببین باید دژ بسازه. او داری چی کار میکنی؟ داشتی چی کار میکردی؟ خب دیگه کارش تموم شد. این از بدش. خودش هم داره بسر میخوره. خودش هم فکر کنم نوب سج. خب دیگه بریم کارش رو تموم کنیم. با دایمنده و امرالدا کاری نداریم. این الان بر نمیدارم چون اگه من الان بردارم اون اگه منو بزنه اینا میره تو دستمون. یعنی ما مفتی انگار براش امرالد جمع کردیم. خب بیا جلو. خدا ببین صندوق گذاشتی دژ بدنه. اوه نیاست بالا سرمون. ولی چی کار میکنی؟ همو یا پایین کارت ندارم. چی اومد اون با ما کار داشت. نه افتاد تو وید. ببین چطوری داره میاد.
نیاد بزنه اون ببره. اوه فایربال لازمیم. خب اینم بزنیم، دست سومم وین کنیم و بریم دست بعدی. فرار کرد. الان دید، الان امرالدا رفت تو دست اون. انگار ما امرالدا رو برای اون جمع کرده بودیم. داره میاد ها. اوه یه بهش نخورد. تا دایمنده رو برداریم، بریم یه دونه فایربال بجوریم برگردیم. خودش افتاد پایین. شمشیرمون رو قوی کنیم. داره میاد ولی اشتباهی میاد. چیزی نیافتاد. تون هم نداره بیچاره. خواهی چیکار؟ به همین راحتی بریم دسته بعدی. وین پشت وین. تچ به تچ خوب میزنیم. گلگه تچ به تچ نشادی بده و ول کنی، همینطوری راهش بدی. دیدید الان هر سه تا حریفی که برای من افتاده، نمیدونم حالا 3 تا بود 2 تا بود، هر کدومش برای من افتاده داشت بدشو میپوشوند. و دیدید چی پوشیندنی بدم روش کارسازی نیست. تچ به تچ مپ هم عوض شد. تچ به تچ باید مپ ها کوچیک بشه، نزدیک هم باشیم. الان من اینجا تا اونجا 1000 تا پش میکنم. خب اول شمشیر رو بزنم، بعد همه چیز رو تبدیل کنم پش میدنم، گلدن اپل بزنم. خب بریم. باید ول کنیم. پیریز بزنیم نزنیم، ازی ول کن. بذار تمرین کنم، بعدا اگه خوب یاد گرفتم میزنم. خب اون که نمیبینمش، فکر کنم اونم داره از بدش محافظت میکنه. چند بیام کنار. خب گوشه ها نزدیک داره. نیاد نه. داری چیکار میکنی؟ یا ابوالفضل حاجی داره اهرام ثلاثه میسازه. خوب شد پشما زیاد گرفتم. پشمام تا آنجا تموم شد داریشم بود. اما داری چیکار؟ یا ابوالفضل فایربال لازمه. که فایربال نداری؟ حاجی ببین با چیا میذاری اینجا. بذار بیریز بزنیم ها. خوبه بریدمون جواب داد. اما چیکار میکنی؟ اون کم حاجی زد خب زد. من چطوری خرابش کنم؟ اوه دیگه خراب بشو نیست. پس بریم بالا. پشتمونه. برو پایین. حاجی نرفت پایین. فایربال لازمیم. اگه من جای اون بودم زرنگی میکردم و میومدم پیدا میزدم. الان بچه ها تو کامنت هم میگم بابا زرنگ. خب این دستم بزنیم و وینش کنیم، ویدیو رو ببندیم. شما هم لایک کنید و حمایت کنید. خب ببینیم کجا رفته. یا ابوالفضل داره میاد. فرار برمیگردیم آجی. فرار فایده نداره. بیا پایین با بیا پایین. نه ترس بیا پایین. کارت ندارم بیا پایین. من نوبم. بیا پایین نه ترس. یا ابوالفضل چی فرار. اوه یا خواهد کجا رفت
پروه داره میاد. تمام میرسه من یه دونه ایربال و یه دونه شمشیر آهنی بگیرم. پایین نرفت، فرار کرد. TNT به ضررمون تموم شد. بدونم TNT بگیم. خب بریم راش، فقط راش. فقط راش میدیم. ما نوب، اونم از ما نوب تر. من خودم دارم هنج میکنم چجوری دارم اینا رو میزنم. من چون نوب سجم تو بیدوارز. شمشیرش رو لول اپ کرد. نوب سج برو آقا. باید خودشو میزدم. باید اول خودشو میزدم. بیا. خب خوبه، ولش هم زدیم، خودش هم میزنیم آقا. تموم شد. این دستم به همین راحتی داریم میبریم. خب چیزی هم که ذخیره نکردیم. اینجا دیگه فقط فایربال. ما وای میستیم اون راش بره. اینم که نوب سجه. بذار ما راش بیدیم حاجی. اون نوب سجه راش نمیده. ما چه تشمیلیم. داره چیکار میکنی حاجی؟ دایمان دارم دیگه برداشت میده. تموم شد دست دیگه. من بیمیرم فایده ای نداره. داره میاد. بیا فایربال بزنم. فایربالش نگرفت. خوب بازم فایربال داره ها. دستش دیدم. چی کار میکنی؟ بیا دیگه. ای بابا یاره باشمن نوب سجم حاجی درد سریه. بیا حاجی فرار شد. حاجی بازی نکن بیا. بذار ما بریم. یه نقشه ای دارم. یه نقشه ای دارم. ما با امرالدا یه دونه اندرپل بگیریم. اندرپل رو بندازیم. از پشتش در بیایم. خب خوبه. نقشمون وای حاجی نقشمون داشت میگرفت. وای حاجی ای بابا. اینا فیروز این نکنه بیشور. حاجی عذب نقشه سرم داشتم. حیف شد حیف. عذب نقشه داشتم. حیف اون نقشه. حیف. بذار بازم امراد بگیرم. 10 ثانیه خوبه. بذار برم ببینم میتونم بزنمش یا نه. اگه نتونم باز برمیگردم امراد میارم. همون روش اندرپل رو میریم. کجاست؟ فکر کنم رفته تیرکمون بخره. من اینا رو میشناسم. کجایی؟ چی کجاست؟ اسمش هم نیست. اونجاست. آره. بذار میریم میتونیم بزنیم.
بای 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 بای. مرسی تا اینجای ویدیو همراه من بودید. لطفا کانال رو ساب، ویدیو رو لایک، کامنت هم انرژی مثبت بدید. تا یه ویدیو بدوارد دیگه، خداحافظ.